از تیم‌های ملی تو جام جهانی طرفدار کدوم تیم هستین؟ استقلال. استقلال. بله. اصلا شما به نظر شما استقلال تهران تو جام جهانی میتونه نتیجه کسب کنه؟ چی شد؟ استقلال آبیه. رفتیم رو زد. الان مگه یک ساعت دیگه مگه نبود؟ الان سلام خسته نباشید دارم به نام او که یاد او بیشک آرام بخش دلهاست، آقای جواد خیابانی که همیشه همراه ما بودن در این صحنه. آقای خیابانی بفرمایید، هستم در خدمتتون. مهمان برنامه امروز ما مهدی مهدوی کیا هستند. در جام جهانی امسال برای هر زمان که دارن عرض سلام خسته نباشید داشتن خدمت شما یا خیر؟ بله. ببخشید ما بخش زنده نه سوالم متوجه نشد. بله یه بار دیگه لطفا اگه میشه. ببینید الان تیم ملی پرتغال اوروگوئه گفته بودن که حالا زمین کریستیانو رونالدو هم در ورزشگاه یه ذره بگی بالا اونو هر زمان که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پخش زنده شاکیسه دارن تیر برق یا نه اصلا آنتن ها اونقدر که باید و شاید تیم ملی ایران. جناب سوالتون رو لطفا واضح بپرسید، متوجه نمیشم. باید راجع به بله. جانم بله الان میگم واسه هر زمان که قسمت برای شما جناب من نمیشم، فکر کنم شما اون یه صدایی میشنم که من در واقع ندارم. نه سوالشون رو گفتم من خیابانی گفتن که قبل 12 شب 12 شب دیروز میشه، یعنی برای فردا بعد 12 میشه فردا. امروز ما هستیم حتی دارن یا مثلا نبرن. مرسی که دور مخفی تا انتها نها کردید. مرسی در خدمت ما بودید.